این سوال که خیلی از همکاران شما در شورای الاختلاف پیگیر وضعیت کاریشون بودن، بحث استخدامشون، تبدیل وضعیتشون. تقریبا هم 1 دقیقه زمان داریم حاجا، توضیح بفرمایید. عرض کنم درباره استخدام این عزیزان ما خیلی داریم پیگیری میکنیم. به حمدالله خیلی کارا به خوبی تا حالا جلو رفته. بخشی از کار مربوط به سازمان اداره استخدامی بوده، موافقتش رو ایشون دادن. بخش دیگر مربوط به سازمان برنامه و بودجه هست. به حمدالله ما جلسه همین هفته داشتیم، رئیس محترم سازمان قول بسیار مساعد و خوبی دادن، البته با رعایت این که ما نباید هزینه دولت رو افزایش بدیم، با رعایت اینها هست. واقعیت این هست همه ما با صرفه‌جویی کنیم. لذا به حمدالله این کار داره انجام میشه مرحله مرحله، چون چند مرحله قانونی که داره. یک کمیته باید بیاد فرآیندش رو جزئیاتشو بگن. 1 مرحله جلو رفته ان شاءالله. پس ان شاءالله که آقای پور محمدی سازمان برنامه بودجه و آقای رفیعی زاده سازمان اداره استخدامی کمک کنن و کمک کردن که ان شاءالله این تبدیل وضعیت انجام بشه. فکر می‌کنید تا آخر سال به جنبندی میرسیم مثلا برای بودجه 405 به احتمال زیاد این بشود.